میگه زن وفات کند شوهر میتواند او را در قبر ماند؟ نه میتواند، به شرطی همراه برادراش، همراه پدرش، همراه فرزنداش میتواند که مثال در قبر بمانش. آیا در قبر منکر و نکیر از مذهب میپرسند یا نه؟ این همو عیناً سوال آدمایی که بگیم بسیار نزاع اندازن، بسیار دشمنی مذهبن. این سوال همونای در قبر ای مذهب میپرسند و در قبر تا این گپ دیگر معنا داره برادر عزیز. این دور کردن مردم ای مذهب ای. لیکن این نفرها، بعضی نفرها، من این کس در نظر ندارم، بعضی نفرهای ابله مقصد نمیفهمند که مراد ای مذهب چیه؟ مذهب راه رویش مذهب میگن. پس да эмпулюси морам омад барои простатит, барои воспаление, барои тез пешоб намудан. Алал хусус барои асаб астай, барои ревматизм астай мазо ҳастанд, барои риш ва мӯи сар миноксидил астай мода. тамоми намуд дорои гиёҳӣ ҳастай мода. метавонед ки ҳамин номрои ватсап дада занг бизанед барои маълумоти бештару паратар. иншоалло ки дастсафкарам дорем ба ҳамаи шаҳрҳо, дастсафкаи ройгон. салому алайкум бародарои аҳли ислом. аз ширкати акай муҳаммад, хоҷи муҳаммад одаморо гирифтем, граница бурдем. акао ина мазда, ина мошино ака, ҳама мошино бурдем, овардем шона ака. ин рӯз 15/09/2024 ин акаро ҳамаша бурдем овардем. ака чӣ хел рафте омаде? алҳамдулилла сад фоиз рафтам. сад фоиз рафтем омадем. خاطر روا 100%. یکم باید خاطر نشه مالی کنید. یکم کامپیوتر شده داره. یکم خاطر 100% ناز رفتی ناز اومده گیم. یکم خاطر نشه مردم تاجیکستان همه 100%. یعنی راه روش دین اگر ایخلگی گویم در قبر از مذهب میپرسد. یعنی ای راه روش دین میپرسد. مذهب راه الله، راه رسول مذهب میگن. برای همین مذهب ابو حنیفه یعنی راه الله و راه رسول. زنی که با شوهرش با دیگر مرد خیانت میکند ولی بسیار پشیمان است، با شوهرش گفتن نمیتواند، به خاطر فرزنداش میترسد که به پدر میمونند. از بین 3 سال گذشت، بسیار عذاب میدهد وجدانم. به من چی مصلحت میدید؟ یعنی یک خواهر ما شوهردار بوده است و با یک مرد دیگه مقصد هم خواب شدگی، در حق شوهرش خیانت کردگی. میگد میترسم که شوهر ما بگم تا فرزندکان مقصد به پدر نمانند. من چی مصلحت میتین؟ 3 سال شده است. یعنی این کار درسته. خواهر عزیز به شوهرت نقل نکن و با الله مهربان آبی چشم که گریه که تا که روز قیامت خدای مهربان در بین خلایق شرمندت نکنه و از الله عذرخواهی که الله مهربان کاری خطا کردم، کاری نادرست کردم، کاری بسیار یک جنایت بزرگی را انجام دادم، مرا ببخش الله مهربان. انشاءالله الله مهربان میبخشد تو. این کار خواهر عزیز تکرار نکن و شوهر دا مقصد این گپ نزن. آیا در تقدیر انسان اسم همسر آیندهش نویسنده شده است؟ البته هر یک. در حدیث آمده است که حتی بند پتینکت اگر از پتینکت کشاده شود همین در تقدیر هست. اگر پیشپایی بخری در زمین بافتی همین در تقدیرت هست. برای همین ما کی را در آینده زن میکنیم این هم در تقدیر ما هست که فلانی مقصد خانوم ما میشود. از چی سبب نماز ویتر را در تراویح با امام جماعت میکنند، در دیگر نمازها با امام جماعت نمیخوانند؟ این در مذهب خود مانه برادر عزیز و گرامی که مادامی که مجتهدای مذهب گفتن که نماز تراویح خودش سنت است، وقتی ایرا که جماعت میکنن و نماز ویتر که در مذهب خودمان حکم واجب داره، به خاطر آنه که مقصد واجب
منزلت و مرتبهش از سنت بالاتر است. برای همین خاطر ویتر هم جماعت میکنن. یعنی ببین تا که مقصد پس زدنی بگیم واجب از سنت نشود. به همین خاطر نماز ویتر جماعت میخونیم. آیا با طلبنده هایی که در راه هستن پول میتیم صدقه میشود یا نمیشود؟ بعضی برادرها از من سوال میکنن که همین طلبنده را پول میتیم، بعضی آدما ما را میگن که نتین که گناهگار میشین. مردم تاجیک ما از بس که برادرای عزیز خیر الحمدلله مسلمان که هستن، بر رحم که هستن، انا هر یک طلبنده را مقصد یک مبلغ میتن. لیکن از نگاه دین ما برادر عزیز، طلبنده وقتی که می طلبه و میخرد وای حلال نمیخرد. اگر یاد داشته باشین در دوره های حکومت سویتی از جوگی مقصد چایشون میدادن، نانشون میدادن، یگان متریالشون میدادن، همون وقت سودا دا میموندن مردم نمیخرید. میگفت که فقیری میاره، کم بغلی میاره. برای که مردم همین خیلی تعلیم کردن که وقتی چیزی را که آدم طلبید او دیگه حرامه، او را فروختن اجازت نداره. برای همین در اسلام برادرای عزیز طلبیدن فقط برای 3 آدم درسته. یکم کسی که در گردنش خونبها، یعنی یک آدم برادر نافهمیده وقتی به قتل میرسونه با ماشین میزنش که میبره. در شریعت باید 100 شتر حق خونی همو گفته برده در صاحب مرده بتن. وقتی همین آدم که نداره برآمده به طلبه درسته. یا آدمی که قرض داره، یا آدمی که یک روزه خوراک نداره، انمیو طلبیدن در حق داره. یا یک نفری که بیچاره دستش کار نکنه، چشماش نبینه، پاش کار نکنه، یگان آدمی که ایرا در خانه تامین کنه نداشته باشد، اینها را میشود یگان سومک یاردم کنین. لیکن این نفرهایی که امروز برادر عزیز طلبیدن کسب کردگیان، برای چی من بسیاری وقت میگم که همین کودکایی که می دوام پول میگن نتینشون که شما یک باره همونو را عیباد و بخار میبرورین، او آمخته میشود با همون سومیت میرود، تمامی کار میکنه، دیگر او کار به گردن نمیگیره، خواندن به گردن نمیگیره، فقط طلبیدن قطعی. برای همین هر کسی که اگر با راه طلبیدن میخواهد که زندگیش بهبود کنه یا میخواهد که همین را کسب کند، اینها را یاردم نکنین شما گناهگار نمیشین. اگر یاردم کنین گناهگار میشین. برای بگذار رفته کار کنن، برای مهنت کنن. این خیلی گپ نیست که فلان طایفه را اجازت اکی مثال برای به طلبه. من گفتم نفرهای کدام نفرها حق طلبیدن دارن، شریعت برای یا معین کردگی است.